بابت ناموسه. من نکنم قیصر این بازارچه رو به خون بکشه. همه چیز ناکس. تو نکشمت آروم نمیشینم. برم کنید. قیصر کجایی که داشته تا کشتم؟ ست بی معرفت، ست از خدا بی خبر با فران فرستادن زیر خواهد. منو میکنم. من بچم، آره من خیلیم بچم. واسه اینه که هرکی تو گوشم بزنه میزنم تو گوشش. اگه قرار روزگاری که هر کسی پیر بشه دلشم کوچک بشه، خدای من هیچ وقت پیرم نکن، واسه این که اصلا حوصله‌ش نره. تو داری زیرش میزنی قیصر خان که برای یه دختر خیلی بده با شیرینی بخورن و سر زبونا بیفته. من بعد قیصر زن کسی دیگه نمیشم، یا تو یا هیچ کس. ندیدم اون خدا بیامرز رو حرف من حرف بزنه، اما تو جواب میدی. خدا جوون داغی از اون خون کیف. نامردا باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو. اگه دختر نازنینم از دستم بده، جواب پسرامو چی؟ پس تقدیر من اینه که بچه هم به دست خودشون یکی خودشون نفله کنن. شما هیچ فکر نمی کنیم تن باباتون تو گور میلرزه؟ آخه یه نفر نیست که از شما دو تا داداش و اون خاندایی که رو چش همه ماست یه بدرنگی دیده باشه. یه چی با من بودم، حاجی نصرت، رضا 500، علی پرصد، آره اینا خیلی بودیم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگی زده. آره فرمون که میگفتم این بود. اب برادر کوچیکش بترسه. یالا همه شلکیه. هر کس و ناکسی خیال میکنن زرنگه. با ما کس میتونه در بیفته.